از خداوند متعال تقاضا دارم که به شما توفیق بدهد که بهترین سخن را بشنوید و بهترینش را برگزینید. بهترین سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و امن واله رسیدیم به آخرین آیه شریفه از سوره یوسف، آیه 111. امروز فکر کنم جلسه ششم را روش میگذرانیم و پندها و عبرت‌هایی که میشه از این آیه گرفت. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه و تفسیرش را. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. در این داستانها بر اهل کمال، داستانهای قرآنی، نه داستانهای لیلی مجنونی که خرافیان مدعی تشیع و تصوف اسلام باش خراب کردند، هزاران داستان ساختند، هزاران افسانه ساختند، دین و بر مبنای داستانها و افسانه ها مثل یهودیت و مسیحیت آلوده کردند. داستانهای قرآنی حقایقی است، داستانهای دیگران افسانه است و انسان در مقابلش چه مسئولیتی نداره. در این داستانها بر اهل کمال بود چشمه پند پاک و زلال که قرآن نباشد کتابی که کس تواند ببافد ورا از هوس. شیعه میگه نه، امام زمانی قرآنی داره که 2/3 3 برابر اینه، 2 برابر اینه، این 1 جلدشه، 2 جلد پیش اونه. در صورتی که اگر جن و انس جمع بشند 1 صفحه این کتاب اضافه کنند یا کم کنند نمیتونند. 1443 ساله این قرآن داره نظام میگه بابا 10 آیه مثل من بیارید، 1 صفحه مثل من بیارید، 1 سوره مثل من بیارید. اون امام قرآنی که درست کردی برای خودتون 2/3 قرآن مسلمان ها رو دزدیده و آخرش هم با تورات بلند میشه. اگر این مذهب رافضی گریه امام تراشی و امام بازی یک مذهب صهیونیستی باطنی نیست، پس چیه؟ همه دینش امام زمانشه، اینم میاد با تورات حکومت میکنه، قرآن مسلمان ها رو هم دزدیده. یعنی اگر شارون میبود جاش چیکار میکرد؟ مثلا عرض میکنم نتانیاهو میبود جاش چیکار میکرد؟ همچین غلطی نمیتونست بکنه. که قرآن نباشد کتابی که کس تواند ببافد ورا از هوس، که هر چه کتب هست از پیشتر بداد است بر صدق آنها خبر. چرا بر صدقشون خبر میده؟ چون دعوتشون یکیه، اصل دعوتی کیه؟ اون چرا کمسیات کردن برمیداره، درست میکنه، برشون مهیمنه بر اون کتبه، تسلط داره بر اونها. یکی از تسلطش اینه که این کتاب در هر پس کوچه مسلمان ها رو شما ببینید حفظشن. چند نفر از مسیحیان تورات حفظن، انجیل حفظن؟ مسیحیان یهودیان. اصلا این کتابی که در میانشون هست، انجیلشون از 100 تا انجیل 4 تا انجیل انتخاب کردن. از 100 تا انجیل 4 تا انتخاب کردن، اونم بدون سند.
که هرچه کتب هست از پیشتر بداد است بر صدق آنها خبر، همه چیز را آشکار و عیان به تفصیل کرده است قرآن بیان. به آنها که جویند پروردگار، که دارند ایمان به روز شمار. اما اونایی که دنبال خبثند، دنبال کرسی هند، دنبال ولایت فقیه هند، دنبال فریبکاری مردم هند، دنبال باید امام بتراشند، قرآن کمر اینا رو شکسته. امام و امامت و امامزاده و نمیدونم چه، یه روز عیسی رو خدا کنند، یه روز زردشت رو خدا کنند، یه روز آتش رو خدا کنند، یه روز 12 امام 14 امام بتراشند، همه به خاطر دنیا. نه این است و نه آن است، حیله نان است. اما به آنها که جویند، این کتاب کیه؟ به آنها که جویند پروردگار، که دارند ایمان به روز شمار. داده قرآن راه راستی، که رحمت ببینند بی کاستی. خود قرآن راه راستی رو میگه من نشون دادم. خمینی پلیت تا کلینی پلیتر از خودش میگن نه آقا قرآن قابل فهم نیست، قرآن جز امام کسی نمیفهمه. اینا رو چیکار میکنید؟ اونم در لباس دوستی. شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد. از پندهای مهمی که در این 3-4 جلسه، در این 5 جلسه که گذشت از داستان یوسف علیه و نبینا السلام میشه گرفت اینه که انسان دائما پیش خداوند تضرع و زاری کنه که ایمانشو ثابت کنه، ایمانشو ثابت نگه داره و به اسبابی که به ایمانش کمک میکنه چنگ بزنه و از خداوند حسن خاتمه و اتمام نعمت طلب کنه. برای که یوسف علیه السلام فرمود که رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی في الدنيا والآخرة توفني چی؟ توفني مسیحيا نصرانيا يهوديا بني اسرائيليا؟ نه، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ای پروردگارا، تو به من قدرت دادید، ملک دادید و تأویل خوابها رو به من یاد دادید. ای خالق آسمان ها و زمین، ولی من در دنیا و آخرت تویی. نگفت ولی من امام زمان که تو ته چاه فلان امام علیه، امام فلانه. اینه نگفت. وهابی بود؟ نه، یوسف هم وهابی بود. توفنی مسلما. آیا امروز رهبران شیعه، رهبران زندیق مدعی تشیع حاضرند هر اسمی رو کنار بذارن جز اسلام؟ هرگز. در که دینشون یه تجارته. توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، و من به صالحان ملحق بگردان. این که انسان سرانجامش خاتمش خوب باشه خیلی مهمه. همه دعای انسان باید همین باشه. بارها این داستان رو براتون عرض کردم. یه جوانی بود، 3 تا برادر جوان، حافظ قرآن. اولی که فوت کرد، در وقت قرآن احتضارش قرآن میخواد. قرآن رو میبرم دیگه من از این کتاب بیزارم، میمیره. چه خبره؟ این حافظ قرآن بوده. برادر دومش هم همین خاطر، درست به همین حالت. این برادر سوم داشت میلرزید که نکنه که سرانجام من هم اینجوری باشه. ولذا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. برای داستانهاشون، برای اولو الالباب، برای خردمندان، برای عاقلان عبرته. برای بی عقلان چی عبرته؟ عبرت دیوانگی، مستیه، سینه زدن ها، زنجیر زدن ها، نوح خانی ها، کل ملا خوردن ها توی سر قبرها مثل بعضی صوفیان.
هاهو کردن، عقرب خوردن، مار خوردن، لامپ خوردن، این تصوف و تشیع. 4 تا غزل هم گفتند که خروپوف کردند که هر کسی این غزل ها رو میتونه بگه، این معانی رو میتونه بگه، به شکل بگم، چه مسلمان چه کافر. لیکن با این حال هم آدم چیز خوب از هر کسی برداره، مادامی که موافق شرعه، هیچ اشکالی نداره. اما قصه های قرآنی چون حقایق عبرت بر الباب، این سخنی نیست که این و آن به دروغ بسته باشنش، بلکه کتابی است که کتاب پیشین رو تأیید میکنه، ادامه راه اونهاست، تفصیل هر چیزی درش هست و تفصیل کل شی. خب وقتی تفصیل هر چیزی درش هست، شیعه مونده و چرا امامت درش نیست؟ ورزن چرا امام بتراشه؟ بلکه عقیدهش از قرآن نگرفته، عقیدهش از جای دیگه گرفته، قرآن میخواد به طرف خود بکشه. عقیدهش از چاهای زلالت گرفته، از چاه سرداب، از چاه دامغان و از مرداب آب گندیده به نام خم و نمیدونم از اینجا و اونجا گرفته، بعد میاد با قرآن بازی میکنه. قرآن تفصیل کل شی، بیان هر چیزی درش هست، هر آن چیزی که مرتبط به دینه و هدن و هدایت و رحمته. برای کی؟ برای قومی که ایمان بیارن، ایمان درست، ایمان قرآنی. و لذا از ابتدای سوره شما میبینید چطوری مردم رو دعوت و تفکر در صفحه این هستی میکنه. هم به این جهان تفکر کنید، هم به نفستون بیاندیشید، تأمل کنید، هم آثار گذشتگان رو ببینید، هم غیبی که مجهوله. شما این حاضری که معلومه پشترش غیب مجهول وجود داره، همه اینها رو یه شکل عجیبی بیان میکنه و همه ترتیباتش هم داره هدفه. خب این داستانی رو که قرآن میاره برای محمد علیه السلام در میان قومی که خود محمد علیه السلام درشون بزرگ شده، دوباره بعد از 40 سال در میانشون مبعوث شده، در میانشون هست. مثل خمینی نیست که دستگاه تبلیغاتی دنیا از عراق بکشنش ببرنش فرانسه و مثل همه دجالان جهان مردم رو فریب بدن. در میان خودشون بوده، 40 سال در میانشونه، بعدم در میانشون مبعوث میشه. این یک بارگی اسراری رو از این داستان که اصلا در میان این قوم نبوده فاش میکنه که جز خود اون اشخاصی که در این قصه بودن اینا رو نمیفهمن و قرنها هم گذشته. ولذا قرآن میفهمد که نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. ما در این کتاب بهترین داستان ها رو برات میاریم با وحی که از قرآن بهت میکنیم. پس عظمت محمد در قرآنه. و این کنت من قبله لمن الغافلین، اگرچه در گذشته از غافلان به این داستان ها بودید، خبر نداشتید. یعنی محمد علیه السلام غیب نمیدونه. اون موقع 14 خدایی که آخونده درست کردن اون رو غیب میدونن، 14 معصوم، 12 معصوم، بقیه دروغ هایی که درست کردن. چرا خداوند این همه رسولش تأکید میکنه که بگو من غیب نمیدونم؟ بلکه تنها او رو الگو قرار داده که دربارش نباید غلو بشه. ولذا میفرمود که ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک، اینا همه اخبار غیبیه، تو اینا رو نمیدونستی. و ما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم هم یمکرون، تو هم پیشون نبودی وقتی که اونا تصمیم گرفتن، توطئه کردن با هم دیگه. و این داستان نه تو اونو میشناسید نه قومت، لیکن ما بهت وحی میکنیم. و نشونی وحیش چیه؟ اینه که به نسبت به شما این غیب بود، باشو همراه نبودید. وقتی که اومدند با هم دیگه توطئه چیدند برادران یوسف، تو باشون نبودید. نقشه کشیدن، تو باشون نبودید.
چطوری به یوسف بر علیه یوسف نقشه کشیدن، چطوری با پدرشون مکر و توطئه کردن، چطوری بین خودشون اجتماع کردن. مکر اینجا معنی تدبیره، به معنی چاره. و چطور یوسف گرفتار نقشه زنان قصد شد، چطوری دوباره گرفتار مکر و توطئه درباریان شد که اونو زندانی کردن. همه اینها مکرهایی است که تو ای محمد صلی الله علیه و سلم در اونجا حاضر نبودید، بلکه اینو ما بهت وحی میکنیم تا بهت ثبات قلب بدیم. از جمله اموری است که بهت ثبات قلب میده و تا اینکه عقیده پیروان تو، عقیده خود تو، پیروان تو، عقیده این اهل این دین رو ثابت کنید براشون که این کتاب خداست. و از مقتضای وحی این بود که از مقتضای ثبوت وحی این قصه ها، این داستان ها، که بلکه اینها قلبش رو تکون بخوره، این که مردم ایمان بیارن که این کار طبیعی نیست، هر کسی این کارا رو نمیتونه بکنه. وقتی میبینند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شاهدشن، احوالشو میشناسن، دوباره این داستان رو ازشون میشنون، مقتضاش چیه؟ مقتضاش اینه که تسلیم میشن، ایمان بیارن. لیکن اکثر مردم ایمان نمیارن. همچون که الان شما میبینید ما قرن 21 این همه آیات در دنیا وجود داره، در پهنای این هستی، در زمین، در آسمان، مردمش توجهی نمیکنن، مشغولن به خودشون، پیام این آیه ها رو نمیشناسن، درک نمیکنن. درست مثل کسی که مثلا چهرهش از خورشید بگیره. وقتی که این همه آیات خداوند میفرسته، پیغمبر میفرسته و عقل و هوش و گوش بهشون داده، همه اینا رو به کار نمیبرن، پس منتظر چه باشن؟ چه چیز در انتظارشون باشه بعد از همه این اتمام حجت ها؟ هرچه بهشون قرآن میخونید، امروز قرآن میخونید میگن قرآن قابل فهم نیست. بابا این کارهایی که شما انجام میدید، این قبر پرستی ها، این بت پرستی ها، این شرک ها، اینا درست نمیگن. نه شما وهابی هستی. چی در انتظارشون؟ پیشینیان چی در انتظارشون بوده؟ عذاب خداوند که ناگهان بیان گرفتار و عذاب بشن. پس اینیان هم این چنینن. ولذا قرآن میفرماید که و ما اکثر الناس ولو حرصت بالمؤمنین، اکثر مردم اگه تو محمد علیه السلام حرص بورزید ایمان نمیارن، در صورتی که و ما تسلم علیه من اجر، تو ازشون پاداشی نمیطلبید، اجری نمیطلبید، مزدی نمیطلبید. مثل آخوندهای شیعه نبود خاشا و کلا که نفس جان مردم در بیاره، از یه طرف خمس، از یه طرف صیغه، از یه طرف چاپیدن اموال ملت، از یه طرف مکر، فریب، نیرنگ. تا شما مالی نمیخوایی. این هو الا ذکر للعالمین، بلکه این یادی است برای جهانیان، ذکری است برای جهانیان. و کأی من آیه فی السماوات والارض یمرون علیها، مثل هر آیه که در آسمان ها و زمینه ازش رد میشن، هم موردون ازش اعراض میکنن، اصلا روش فکر نمیکنن. تازه اونایی که ایمان میارن و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثرشون به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن. خب بعد بهشون میگه افامنوا ان تأتیهم غاشیة من عذاب الله، بعد از همه اینها آیا اینا در امانت که عذاب خدا برشون نیاد، این ضربه‌ای برشون نیاد، یا اینکه قیامت در همین حال برشون نیاد، در حال عدم فهمشون، در حال عدم شعورشون؟ پیامبر اکرم علیه السلام رؤوف رحیم بود و بر ایمان قوم خودش حرص می‌ورزید، بلکه خیلی که خداوند برش فرستاده اول به قومش برسه و از این میترسید که مشرکان قومش گرفتار عذاب دنیا و آخرت بشن. لیکن دلها دست خداونده که طبیعت مردم میشناسه، احوال مردم میشناسه
و این که پیامبر حرص بورزه، این یعنی دل مشرکان رو تغییر نمیده، بلکه خداوند میفرماید که اینا به آیات خدا توجه نمی کنند، بلکه بهش کفر میورزن. و این اعراض، این توجه نکردن به آیات خداوند، این توجه نکردن به قرآن، این توجه نکردن به توحید، این توجه نکردن به خداشناسی و دنبال قبرها رفتن، دنبال مرده ها رفتن، دنبال پیر و پاتال ها رفتن، دنبال امام و گور و امام رفتن، همه اینها رو شایسته این نمیکنه که ایمان بیارن. و لذا از این آیات مادی که در این کون هست سود نمیبرند و از آیات قرآن هم سود نمیبرند، بلکه وقتی قصد ایمان ندارند. و تو ای پیامبر از اونا بی نیازید، ازشون اجر نمیخواهید، اجر هدایت نمیخواهید. و لذا خیلی عجیبه که اینا اعراض کنند، حقیقت و مفت مجانی در اختیارشون میذارید، نه اجری، نه پاداشی، نه هیچ طمعی. و ما تسألهم علیه من اجر این هو الا ذکر للعالمین. تو هیچ پاداشی ازشون نمیخواید، بلکه این کتاب یادیست، ذکریست، پندیست برای جهانیان. اونها رو به آیات خدا تذکر میدی، چشم و گوشاشون رو باز میکنید. و این دین مخصوص یک امت نیست، مخصوص یک قوم نیست، مخصوص یک قبیله نیست. و پاداشی رو هم که میخواد هیچ کسی ازش عاجز نیست، عقلشو به کار ببره بس. تازه پاداشی هم نمیخواد که مثلا اغنیا امتیاز داشته باشند از فقرا، هیچ شرط شروطی هم نداره. دل تو باز کن به راه خداوند، برو دنبال حق. ذکر للعالمین برای همه جهانیانه، برای هندوه، برای مسیحیه، برای یهودیه، برای مشرکه، برای شیعه، برای سنیه، برای همه کسه. یک سفره پهناور برای همه جهانیان. و کأی من آیة فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. مثل هر آیه در این آسمان و زمین، ستاره، خورشید، همه اینا رو میبینن، اعراض نمیکنن. آقا طبیعت درستش کرده. یعنی چی طبیعت درستش کرده؟ دریا خودشو درست کرده؟ هوا خودشو درست کرده؟ یعنی چی آقا؟ و این کتاب جهانیه، دعوت جهانیه، برعکس آنچه که کذابان و تحریفگران دین ستیز مثل شفا، مثل مشیری، مثل دیگران ادعا میکنند که نه آقا این مال عربه، این دین مال عربه. در صورتی که آیاتی که دلالت بر خداوند میکنه، بر وحدانیتش، بر قدرتش در این هستی اونقدر زیاده که فقط بصر و بصیرت میخواد، فقط تأمل میخواد. شب روز اینا رو میبینن و این آیات اندکی انسان روش تأمل کنه گویا که اصلا انسان رو دعوت به خدا میکنه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. این آیات انسان رو به طرف خدا میخونه. کسی که چشمشو باز کنه، گوششو باز کنه، دلشو باز کنه، لیکن اینو نمیبینن، صداشون رو نمیشنون، ندایی که زنها میان، چشم دل که بسته باشه آدم احساس نمیکنه. و الا یک لحظه تأمل در خورشید، در طلوعش، در غروبش، یک لحظه تأمل در سایه، چطوری با کمال لطف حرکت میکنه. انسان میدونه که حرکت میکنه ولی نمیبینه. این چشمها، این درختها، این دریاها، این گلها، این مرغهایی که در آسمان پرواز میکنن، ماهیایی که در دریا شنا میکنن، جانورانی که در روی زمین هستند، همه امتها، همه ملتها در یک لحظه انسان روشون تأمل کنه، اینا خودشون خشک شده و افتاده. انسان اگر تأمل کنه زبان اینها رو، پیام اینها رو بدون گوش با چشم با گوش دل میشنوه.
همه این صفات ها را شیعه داده به امام و صوفی داده به شیخ و قطب و بقیه چیزها. و یک لحظه تأمل کافیه که انسان آیات خدا را درک کنه. لیکن خداوند میگه یمرون علیها و هم عنها معرضون. اکثرشون ایمان نمیارن. تازه اونایی که ایمان میارن بسیاریشون ایمانشون با شرک قاطی میکنن با اشکال مختلف. ولذا ایمان خالص، ایمان توحیدی نیاز به بیداری قلب داره. ایمان توحیدی این نیست که شما مردم به توحید دعوت کنید بس بعد صهیونیست‌ها رو دعوت کنید در برنامه‌هاتون، عملتون صهیونیستی باشه، مهمانی صهیونیست‌ها به خاطر ارضای دیگران، به خاطر ارضای رسیدن به جایی، اون موقع حرف از توحید بزنی. این هیچ ضربهش و ضررش کمتر از این نیست که شیعه مردم رو به امام دعوت میکنه لیکن ببینه که چیکار میکنه. مردم عمل رو نگاه میکنن نه حرفو. هرچی میخواید دلت از توحید حرف بزن، هرچی میخواید از رژیم انتقاد کن. وقتی شما در دامن صهیونیستا افتادید، وقتی صهیونیستا مهماناتونن، بیدینا مهماناتونن، لایکا مهماناتونن، شب و روز یعنی الان از شما سوء استفاده میکنن با فردا مثل آدم میندازنتون. شما فکر میکنید شما قوی تر میشی؟ انسان نوکیسه خودشون رو باور میکنن و ولذا اکثر اینایی که ایمان میارن قرآن میگه که شرک میورزن. مقام یه شرکه، دنیا پرستی یه شرکه، چشم به قدرت نگاه کردن یه شرکه. ولذا ایمان خالص نیاز به این داره که انسان همیشه بیدار باشه، قلبش رو از وسوسه‌های شیطانی دور کنه، از گناهان صغیره گرفته تا گناهان کبیره. انسان فرشته نیست، لیکن به خصوص در مسیر هر ارزشی از ارزش‌های زمینی رو اگه انسان در هر حرکت و در هر تصرفی از خدا دور کنه میشه مشرک. بلکه همه اینها باید در راه خدا باشه. خداوند شریک نمیپذیره. ایمان خالص، توحید خالص نیاز به این داره که قلب و اعمال قلب و همچنین اعمال بدن همه در راه خدا باشه. در قلب هیچ پیروی، هیچ حکمی جز خدا نباشه، هیچ بندگی جز برای خدا نباشه. و در این میدان علمای اهل اسلام متفقن، علمای عقیده در این میدان متفقن. لیکن یکی شخصایی که در این مورد انگشت میذاره سید قطبه، خدا رحمتش کنه. لیکن اون چرا که من میخوام بگم گوینده چنین سخنی، ببینید که تشیع چنان عالم تصنع رو بازی گرفته که یهودیت مسیحیت رو بازی گرفته. اینو میخوام بگم. چطور یک تروریست، یک قاتل، یک مجرم مثل نواب صفوی مشرک که کسروی رو در دادگاه شاه بی ارزه میکشه که چرا از تشیع انتقاد کرده و انتقاد بکنه. چه اشکال داره؟ شما انتقادشو جواب بدید. خب سوال اینجاست چطور سید قطب با این قلم تندش که هیچ جا رو خاموش نمیشه، مثل توپ خمپاره همه جا میزنه، چطور در مقابل شیعه ساکته؟ ابوالعلا مودودی چطور ساکته؟ و یکی از ایرادهایی که ابوالعلا مودودی به خدا رحمتش کنه به ابن تیمیه رحمت الله علیه میگیره اینه که همه کاراش خوب بوده لیکن چرا خودش دنبال قدرت نرفته. بنده این ایراد از ایشون میگیرم، میگم چون شما خدا رحمت کنه همشونو، چون شما دنبال قدرت رفتید همتون در مقابل مخربترین مذهب و فاسدترین مذهب نسبت اسلام ساکت شدید و هنوز هم ساکتید.
هنوزم اخوان المسلمین جماعت اسلامی در مورد شیعه موضع علنی نمیگیرن. در عراق میبینی نوکرشونن، در ایران میبینی نوکرشونن، در فلسطین میبینی نوکرشونن. بعضا سید قطب با این قدرت بیانش، با این ادبش، با این تندیش با نواب صفوی عکس میگیره. یعنی چی؟ یعنی نواب صفوی و آیت الله قمی تونستن چون این جوی رو در مصر ایجاد کنن و تشیع کلن که مصریان و ازهریون رو در مقابل تشیع حداقل خنثی کنند، حداقل موضع نگیرن. خب فرض کنیم آقا اون موقع سید قطب اینا رو نمیشناخته، الان چی؟ الان هم نمیشناسن؟ این نفوذ مخرب مدعیان تشیع را از قالب وحدت اسلامی در عالم سنی میرسونه که این وحدت دروغین چه ضربه بزرگی بر اهل سنت زده. و این موضوع را بهتر از هر کسی دکتر ناصر القفاری روشن کرده. قصة الوحده. این کتاب بخونید و فارسی هم فکر کنم ترجمه شده. مسألة التقریب بین اهل سنت و شیعه، داستان تقریب بین اهل سنت و شیعه. و در مقابل بزرگترین مشرکان منتسب به اسلام این حرفا و سکوت در مقابل اینها، ورز انسان هیچ کدوم از ارزش های زمینی رو نباید با دین خدا قاطی کنه، هیچ سببی رو با قدرت خدا هم شریک نسازه، بلکه خداوند مسبب سبب سازه، به قول مولانا مدرسی بود سبب سوزه. هیچ چیزی به ذات خودش نافع نیست. ولذا انسان در پیروی از غیر خداوند همچنان شریک نباید شرک بورزه. از هیچ حاکمی، از هیچ مولایی، از هیچ پیری، از هیچ پاتاری، از هیچ مرجعی نباید پیروی کنه، مگر اینکه این پیروی گرفته شده از شرع باشه. شرع گفته باشه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولو الامر منکم. اولو الامر پیر نیست، پاتال نیست، مرجع نیست. اولو الامر یا حاکم مسلمانه که بر شرع اسلام حکم میکنه، اگر نه، اگر بر شرع اسلام حکم نکرد ولی امر نیست، مثل بقیه حکام دنیاست. و یا عالمی که به قرآن و سنت فتوا میده در امور علمی، در تخصص خودش، نه در همه چیز. ولذا انسان در هیچ چیزی نباید شرک بورزه. حتی جهاد در راه غیر خداوند، جهاد در راه وطن، جهاد در راه فلان، اینا جهاد نیست. جهاد وقتی جهاده که وطن بر اسلام باشه، اگر نه بر اسلام نباشه این جهاد نیست. ولذا حتی عبادت ممکنه شرک باشه، عبادتی که به خاطر خدا نباشه. اون موقع جهاد چی؟ اون موقع بقیه امور چی؟ وقتی عبادت به خاطر مردم باشه شرکه. ولذا رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماد که الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل. شرک در میان شما مخفیتر از حرکت مورچه. حرکت مورچه رو کسی میشنوه؟ اصلا. اونم که در شب سیاد در سنگ خارا. و شیعه میاد اینو چطور تعبیر میکنه؟ امثال زنجانی ها و بقیه تحریفگران، روبهان ولایت. ببینید پیغمبر به اصحابش گفته که شرک فیکم. مقلد بدبخت هم میشنوه. ولذا قرآن هر گونه شرک رو برحذر داشته. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماید که من حلف بغیر الله فقد اشرک. در حدیث که امام احمد و ابو داود روایت میکنن، کسی که به غیر خدا قسم بخوره شرک ورزیده. آقا به علی قسم، آقا به ابوالفضل قسم، آقا به امام رضا قسم، آقا به جان برادرم، آقا به جان بچه‌ام، همه اینا شرکه. تا حدی که پیامبر میفرماید که آقا ببخشید این الرقى و التمائم من الشرک. این بند و تعویضایی که شما در گردن آویزان میکنید اینا شرکه.
در حدیث که احمد و ابو داود و غیره از ابن مسعود نقل میکنن. در حدیث دیگر پیامبر خدا میفرماید که من علق تمیمه فقط اشرک، کسی یه دانه آویزان کنه، یک تعویض آویزان کنه، اینا شرک پیامبر میفرماید. آقا مولانا محمد عمر صاحب گفته آقا پیامبر خدا صلی الله علیه و بهتر فهمیده از مولانا محمد عمر. ایشون راهی رفته، اشتباه رفته در این مورد. مثلا هیچ عالمی معصوم نیست، هیچ مولایی معصوم نیست. ولذا پیامبر خدا صلی الله علیه و میفرمایند در حدیث قدسی که خداوند میفرمایند انا اغنى شرکاء عن الشرک، من بی‌نیازترین شریکان از شرکم. کسی که عملی بکنه که کسی دیگر رو با من شریک کنه، ترکته شرکه، او رو با شرک خودش رها کردم. ولذا در حدیث دیگر اینها در ضمن این داستان خوندیم همه احادیث رو، لیکن اینجا خلاصه شما میکنم. پیامبر خدا صلی الله علیه و میفرمایند در حدیث که امام احمد روایت میکنه اذا جمع الله الاولین والآخرین لیوم لا ریب فیه ینادی مناد من كان اشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله اغنى الشركاء عن الشرك. خداوند روزی که اولین و آخرین رو جمع میکنه، در روزی که هیچ شکی، هیچ تردیدی، هیچ ریبی درش نیست، منادی ندا میده کسی که عملی رو انجام داده برای خدا شرک ورزیده، من کان اشرک فی عمل عمله لله، یه عملی برای خدا انجام داده شرک ورزیده، ذبح کرده برای حسین و برای خدا، کاری که صوفیان میکنند، کاری که شیعیان میکنند، کاری که همه قبر پرستان میکنند، فلیطلب ثوابه من عند غیر الله، اجرشو از غیر خدا بخواد، برای که خداوند بی‌نیازترین شریکان از شرکه. ولذا در حدیثی دیگر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماید که ان اخوف ما اخاف علیکم شرک الاصغر، یکی از بیشترین چیزایی که من براتون میترسم شرک اصغره. پرسیده شد که شرک اصغر چیه ای رسول خدا؟ فرمود ریا. خداوند روز قیامت میفرماید وقتی مردم به اعمالشون میان، برین پیش کسانی که با مراعاتشون میکردید در دنیا، براشون ریا انجام میدادید، آیا چیزی در پیششون میبینید؟ و هم شرک خفی و هم شرک جلی، همه اینها نیاز و بیداری قلب داره. و پس چطور پیروی از غیر خداوند، چطور زندگی را بر اساس غیر دستورات خداوند چرخوندن، چطور به طاغوت ها مراجعه کردن، چطور به خمینی و خامنه‌ای مراجعه کردن، چطور به احکام شرکی مدعیان تشیع مراجعه کردن و قبول کردن یا امثالشون. ولذا انسان در هیچ چیزی نباید از دیگران پیروی کنه جز از دینش. و چون این دینی را که اینقدر توحیدش واضحه، با مکر و فریبکاری که باطنیه مدعی تشیع در اسلام آوردند و تصوف فریب دادن، ببین که این دین چطوری به شرک مبدل کردن. تا اینجا توقف میکنم، انشاءالله که باقی رو در روز دیگه انشاءالله اگه خدا عمری داد ادامه بدیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بریم سراغ کلیپ هاتون. خوش نباشید که مسکن فقط مساکین، سويت لهم سكن بلاش، سويت لهم دراسة بلاش، سويت لهم صحة بلاش، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، كل متطلبات الحياة عملت ساكن بلاش بدون شيء. مزارع تعطيهم إياها مجانا. دلخوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را می آباد میکنیم و آخرت را. اتصل باللي عمل. آقای خامنه‌ای که الکی افتخار میکنید باد به قبقب میندازید، عبرت بگیر. این دولتی که شما بیارزترین دولتش میبینی، ببین با ملتش چیکار کرده. اگه شما با ملتت همین کارا رو میکردی دوستت میداشتن. امروز
بر سر قبر امامت کثافتکاری نمیکردن، قضای حاجت نمیکردن. هنوز تو زنده ای، تازه هنوز هم عبرت نمیگیرید، هنوز هم توبه نمیکنید. این در دنیا، در آخرت جز عذاب علیم چه در انتظارته؟ اللي وفقت قمت جدت عليك ولا تتكلم قبل لا تفعل. قمت تفعل اليوم تكلم بالغلط. لا اذا فعلت السنه تكلم بالحول حتى الناس يكونون عندهم دليل على جوابك وعلى نه آقا اسلام برتر داره. آقای خامنه ای اسلام برتر شاه اسماعیل صفوی داره که یه خاخام درست کرده امامتشو و پناه بر خدا. چطور حضرت علی هر شب شیر می‌بردن در خونه فقرا؟ ظروف یه بار مصرف که نبوده. اگه از ظروف مسی هم استفاده می‌کردن سالی چند هزار تا می‌شده. عجیبه که یک معمم دیدیم که عقلش رو استفاده میکنه. تازه شیعیان میگن این کار رو ناشناس و شبونه انجام میداده، یعنی ظرفش رو پس نمیگرفته. بابا اگه کارخونه مسگری هم داشته باشه از پس این همه ظرف بر نمیاد. از این بدتر مگه نمیگیم تو حکومت عدل علی یه دونه مستمندم نبوده؟ پس این فقرا کیا بودن؟ از اون طرف مگه نمیگین حضرت علی شبیه 1000 رکعت آقا این مذهب مجموع الجزایر متناقض هاست. نماز میخونده. پس اینا رو کی پخش میکرده؟ تا کی میخواین دروغ بگین؟ ای والله تا وقتی که جاهل هست و مقلد اینها میشه دروغشون بازار داره. خدا خیرش بده که بالاخره من نمیدونم این آقا کیست ولی حرف خیری زد. الان این آقا رو ببینید. پیغمبر آمد دید خدیجه داره از گرسنگی میلرزه. گفت یا خدیجه این چه حالی؟ گفت آقا 3 روز من هیچی نخوردم. پیغمبر برداشتی که از کمربندشو برد. الان ببخشید یه لحظه. پیغمبر آمد دید خدیجه داره از گرسنگی میلرزه. گفت یا خدیجه این چه حالی؟ گفت آقا 3 روز من هیچی نخوردم. پیغمبر برداشتی که از کمربندشو برید. چرا چیز نمیشه این؟ پیغمبر آمد دید خدیجه داره از گرسنگی میلرزه. گفت یا خدیجه این چه حالی؟ گفت آقا 3 روز من هیچی نخوردم. پیغمبر برداشتی که از کمربندشو برید. کمربند از چرم بود. گفت خدیجه اینو بجو تا خدا ببینه چی میگه. این شکلاش رو نگاه کنید، دروغگویی ازش هویداست. باید پذیرفت که این ثروت از پدر حضرت خدیجه علیه السلام به ایشون رسیده. پدرشون خویلد نام داشت که او از سرشناسان مکه بوده، از تیره بنی اسد. بله توهین به شعور مردم توسط یک اسلام شناس تا با جای مهر فندک سشوله رو پیشنی. خدیجه از گرسنگی 3 روز داشت میلرزید. پیامبر تکه از کمربند چرمیشو داد، گفت بیا اینو بخور تا ببینم خدا چه میخواد. اسلام شناس دوم. خدیجه ثروتمند بود و این ثروت از پدرش به ایشان رسیده بود. الان کدوم یکیش درسته؟ در کشور ما این جهات بفرمایید دروغای خامنه‌ای رو نگاه کنید. الان هم ریا و هم دروغ. وقتی این حرفا را زده فکر نمی‌کرده که یه روزی رسانه‌های جمعی رسواش میکنن. قابل مقایسه و قبل از انقلاب نیست. شما اغلب یادتون نیست قبل از انقلاب رو. عجیب بود. هم اینجا هم بعضی جایی دیگه ما عراق رفته بودیم، یه سفر عتبات مشرف شدیم، هر کار کردیم برای نماز صبح نایستاد، توقف نکردیم، نمیشد.
جوری تنظیم کرده بودن بنده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون، چون نمیشد در داخل قطارم کثیف بود، جوری بود نمیشد نماز خوند که نماز بتوانم بخونم نزدیک ایستگاه. البته این از جهلشه، این از جهلشه. در چنین حالتی انسان میتونه رو صندلیش با اشاره هم نماز بخونه. این از عدم فقهشه، مثل هواپیما. بله. ولی بخواد ریا کنه دیگه. یا اوایل ایستگاه، اوایل ایستگاه. از این ولی فقیه از این مثل این آخونده بار میاد دیگه. امیرالمومنین ازدواجی با خواهر عمر کرد. وقتی او متوجه شد گفت یا باید دخترتو به عقد من در بیاری یا کعبه رو خراب میکنم. درو امام زمان شما که بیاد کعبه رو خراب میکنه چرا غصه میخوری؟ اون که کارش تخریبه. امیرالمومنین جنی را به شکل ام کلثوم سلام الله علیها در آورد. خب بابا جون چرا جن به شکل ام کلثوم در میاره؟ خود عمر رو به شکل جنی در میاد ازش خلاص میشد. اون که قدرت داره ام کلثوم به شکل جن رو به شکل ام کلثوم در بیاره، از یه نفر راحت شه، عمر رو جنی کنه تمام شده رفت. نکنه که عمر از جنام قوی تره. این منطقه حوزوی. خانه او فرستاد که او هم پشیمون شد وقتی اون چهره اصلی جن را دید، فرار کرد. گفت یا علی نخواستیم دختر. بله بفرمایید. آخرش علی نخواستیم، دختر تو نخواستیم. یعنی با این نمایشنامه ها تشیع درست کردن. ما واقعا اساسا وقتی در مورد اسلام صحبت میکنیم درباره یک برنامه زندگی جمعی صحبت میکنیم، ولی آنچه که شما دارید به عنوان به قول معروف حجج اسلام تبلیغ میکنید اساسا موضوعاتیه که در حوزه فردی هست و شاید وقتی که بیشتر در مورد بیانات امام نگاه میکنیم، صحبت‌های از آقا، واژه سازی هایی که از آقا تو این سالها انجام دادن، مثلا هم بحث مواسات و مباحث دیگه، شما تمام فروع دینتون تقریبا همگی و مباحث مربوط به در حقیقت زندگی جمعی هست، از تولا، تبرع، تعاون، نمیدونم حج، زکات، همه اینا در مورد زندگی جامعه است، ولی هیچ اینا صحبت نمیشه. شما حتی در مورد زکات هم که دارین صحبت میکنید که کاملا یک موضوع جمعی هست، بازم فردیش تبیین میشه و به نظر حالا شما خیلی منتقد به نظر آموزش پرورش هستین. واقعا الان این مباحثی که امروز حضرت آقا فرمودن، مثل همین قیام لله، این اساسا نرم افزار زندگی جمعی هست یا نیست؟ این در حوزه علمی فردا واقعا بحث میشه. آیا قرار است کتابی نوشته بشه؟ من یه خبر خوب به شما بدم، ضمن اینکه منم مثل شما منتقدم و همین انتقادم بارها گفتم. مثلا ما کلمه امام جماعت رو تفسیر کردیم به پیش نماز، در حالی که ترجمهش پیش نماز نیست، یعنی رئیس گروه. سازمان تبلیغات اخیراً یک کاری رو دارن در کل کشور انجام میدن به نام اینکه این امام محله است، امام فقط نماز جماعت نیست و این حرکت تو کشور شروع شده. یعنی میخوام بگم با برنامه‌ریزی یه بخشی از حوزه سازمان تبلیغات بالاخره مربوط میشه به حوزه و علمایی هستن تو حوزه دارن این رو کار میکنن. ما مساجدمون و نماز جماعت هامون اون هویت جمعی دادن به زندگی مؤمنانه رو شکل بدن. من از اون وقتی که این رو شنیدم تو این یکی دو سال خیلی خوشحال شدم و انتقادام کمی کاهش پیدا کرده، ولی خیلی فاصله داریم، خیلی. من دیشب توی یکی از مساجد تهران داشتم سخنرانی میکردم، اینو گفتم شما میرید توی اتوبوس میاد پایین، هیچ ارتباطی با هم دیگه نمیگیرید. اومدنتون به مسجد و بیرون اومدنتون نباید مثل سوار شدن به اتوبوس و برگشتنتون باشه. پیونده های خوب و به عنوان یه طلبه سعی کردم این انتقاد شما رو دیشب رعایت کنم. سلامت باشید. قبلا در مورد زمین که بدن به اهل سنت با مولوی عبدالعزیز بحثی شده بود، مدتی پیش از این اقدامات برای تشکیل شورا. های مفتی زاده خدا رحمتش کنه. مولوی عبدالعزیز رفته بود با سران حکومت همه جا بحث کرده بود با مقامات و مسئولان مختلف در مورد این زمین.
و در مجلسی که امام و بسیاری دیگر از سران حکومت بودند و از علمای اهل سنت و از افراد گوناگون با تمام صراحت میگوید اگر زمین را هم ایشون باور کرده پرتوقعی رو ببینید اگر زمین هم نه این پرتوقعی نیست. اینه که انسان خدا رحمت کنه مفتی زاده رو حقشو از دهن شیر هم باید بگیره. ایشون چون این فلسفه ای داشت، فلسفهش این بود که ما باید در داخل کشور از راه های قانونی و کانال رسمی حقوقمون رو بگیریم، راه دیگه وجود نداره. فلسفهش این بود، دیدگاهش این بود و با این دیدگاه تونست در زمان شاه موفق بشه و با همین دیدگاه در ابتدای انقلاب هم تا حدی موفق بود، تا حدی. بدید به ما کافی نیست، باید پول بدید که مسجد بسازید. خب این حق ملته، باید پول بده، از دولت بگیره. این حق ملته که اونم در ابتدای انقلاب. مثل این که راست گفتن زمین دادن الان معطلی برای پول هست که باید در این مورد هم فکری بشه. نه اودینو که من فهمک ایشون هم فرض کنی که راست یعنی باور نکرده، لیکن شما باید من باب اودینو که من فهمک از دهان خودت حرفتو میگیرم و به اصطلاح قانعت میکنم از این باب. وقتی اونا میگن این زمین خب پولش هم بدین، چرا بریم جا دیگه بگیریم؟ باور کرده که لابد اینا راست میگن زمین میدن، پس یک قدم جلوتر رفت که باید هم پول بدید. بعد گفته که اگر شما پول ندید ما از این کشورهای اسلامی دیگر پول میگیریم، ولی دوست نداریم از اینا پول بگیریم. خب اینم حقه، اینم درسته، اندر شرعی هیچ مشکلی نیست. وقتی داخل کشور خود دولت پول بده چه بهتر، نده اجازه بدیم ما از کشورهای دیگه کمک بگیریم، هیچ کدوم اینا غیر شرعی نیست. امام گفته مهم نیست، انشاءالله پولشان تهیه میشه، شما اول زمین بگیرید کارش تمام کنید، بعد نوبت پول رسید انشاءالله پولم میدیم. البته این جمله دوم من یادم نیست، ایشون شاید بهتر یادش باشه، لیکن این جمله دوم من از ایشون شنیدم، یعنی اولین بار که میشنوم. عزیز آمد این جریان برای من تعریف کرد، اما خیلی طولانی ها، حدود شاید 2 ساعت جر و بحث داشتیم با مولوی عبدالعزیز سر این ماجرا، شاید 2 ساعت طول کشید. تعریف کرد برای من که من رفتم و اینطور گفتم با تمام سادگی و صراحت. نه این سادگی نیست، شخصی مثل مولانا عبدالعزیز ساده نیست، نبود، با صدق، با صراحت و صدق و این حکمت عملیه. انسان با حکمت عملی میتونه حقوقشو بگیره، از این بابه. برای که در زمان شاه هم سیاستش همین بود، یعنی میتونست بر علیه شاه سخنرانی کنه بره زندان، ولی چه سودی بر ملت؟ دقت میکنی؟ اون اینجوری فکر میکرد. خدا هر دوشون رو رحمت کنه. بازگو کرد، گفتم بد کاری کردید، گفتم شما در جریان نبودید. در زمان رژیم گذشته هم بارها بحث ساختن مسجد تازه میشد، یک دفعه حدود 3 سال متوالی ما تحقیق کردیم که مسجدی برای اهل سنت بسازیم. در اون زمان هم به کمک کشورهای خارجی راضی نبودم. بله، به کمک کشورهای خارجی راضی نبودن، خب حق داشتن، برای که شاه یه دولت ثروتمند بود، نیاز به کمک کشور خارجی نداشت. اون مشکلش این نبود وقتی که رئیس صوفیان کردستان ازش خواسته بود این موضوع رو، لیکن شاه جوابش این بود که ما از مراجع میترسیم، انظر امنیت. یعنی دستپای شاه و مراجع بسته بودن، قانون اساسی مشروطه دستپای شاه بسته بود از یه طرف، از طرف دیگه شاه این مسائل براش اهمیتی نداشت. یه دیکتاتوری که اصلا براش این چیه که اینجا مسجد باشه نباشه مشکلی نیست، اینجوری فکر میکرد. اگر شاه فکر بهتر و بزرگتری میداشت میتونست از اهل سنت استفاده کنه جلوی خمینی رو بگیره، مثلا عرض میکنم. لیکن دیکتاتورها رو نمیشه نصیحت کرد. امروز خامنه‌ای رو کسی میتونه نصیحت کنه؟
از دوربریاش، از دوستانش، هیچ کسی هیچ دیکتاتوری نمیشه نصیحت کرد، هیچ مستبدی رو نمیشه نصیحت کرد، هیچ طاغوت و فرعونی رو نمیشه نصیحت کرد. چون برای که دوربرش اینه که دوربرشان با چاپلوسی رسیدن اونجا، یه خود نصیحت کنه، یه حرف حق بزنه منافعش از بین میره، اون به خاطر منافعشه. الان در این زمان به طریق اولا راضی نیستیم. گفت منم راضی نیستم. گفتم با چرا این حرف زدی؟ گفت تهدید کردم. ماشاءالله شما با این سادگی و صراحت می‌بینید میدان این مزوران فریقان امثال همین آقای خامنه‌ای که اشاره کردن حرف اون زمانش و این زمانش با هم بسنجید و بسیاری مگر یکی خدا شاهده از قرآن این حکومت دروغگو و فریبکار و متقلب و متجر نباشند. اکثریتشون از همون کیفند، ریاکار و دروغگو و منافق و شیاد. شما با این دروغگوهای منافق اینطور ساده و صریح طرف میشی و حرف میزنی. گفت والا چکار کنم با تمام سادگی. گفت من فکر میکردم اینا راضی نمیشن پول بدن، باید یه تهدید بکنم که مجبور بشن پول بدن. واقعا خندیدم در راهش که تو چقدر ساده ای داری با اینا اینطور حرف میزنی و من اینا حرف. مولانا عبدالعزیز کسی بگه ساده ایشونو نمیشناسه دیگه. این سادگیه. با همین سیاستش باعث شد که بلوچستان مثل کردستان نشه، درگیری ها نشه، جنگ و فتنه نشه، مثل ترکمن صحرا نشه. جلوگیری از خونریزی بسیار کار مهمیه. علیه تو خواهند کرد و اتفاقا اونطور شد. چند روز بعد مسئله پول گرفتن و نمیدونم از طائف کمک گرفتن و این حرفها از زبان سران حکومت بلند شد. همه شنیدیم و شنیدیم. نه حکومت جلسه خاص رو بهانه کرد که خود جناب عالی اونجا بودید، خدا رحمتش کنه. البته اولی کنفرانس بود از شورای شمس فکر کنم یا دومی، دقیقاً یادم نیست، ولی این جلسه رو بهانه کرد. این کنفرانس رو ارتباط داد به کنفرانس طائف، یه بهانه پیدا کرده. آقای یوسف افغان از هلسینکی. استاد سلام علیکم. از شما تشکر میکنم، بلکه 1000 بار تشکر میکنم که هر شب وقت میذارین و ما رو با معارف قرآن و اسلام آشنا میکنید. خواهش میکنم سلامت باشه. واجب ماست، وظیفه ماست. هدایت شده هیئتی. ما که نفهمیدیم طبق نظرات ایشان اصلا خداوند به چه منظور قرآنی که مبنایش را بر رمز و رموز و نافهمی بشر گذاشته را نازل نموده که آقای خمینی در این کلیپ میگویند. بله. ما نتوانستیم ایشون هم فارسیش ماشاءالله شق القمر میکنه. نتوانستیم ما و نتوانست از بشر و نتوانست علمای اسلام آنطوری که باید استفاده از این کتاب مقدس بشود استفاده کنند. این دوستی خالق خرسه کتاب مقدس رو از میدان بیرون میکنه در لباس دوستی. چرا؟ برای که خرافات خودشو جایشون بنشونه. ولذا وقتی به گورباچوف هدیه فرستاد، قرآن براش نفرستاد، کتاب زندیقی مثل خودش مثل ابن عربی رو براش فرستاد. باید همگان افکار خودشون را به کار بندازند و مغز خودشون رو متوجه کنند به این کتاب بزرگ. خودت چرا این کار نمی کنی؟ کو تفسیر قرآنت؟ یه جلسه تفسیر فاتحه کردید رسوایی شد، جلوشو گرفتید. یه طوری ما میتونیم
از او استفاده کنیم، همه استفاده کنن و فارسی های چه عرض کنن هندی و قرآن آماده است برای استفاده همه طبقات. خب شما که میگی قرآن قابل فهم نیست، شما که میگی قرآن هر که ادعا کند که قابل فهم است غرق در جهل است، قرآن جز امام معصوم نمیفهمه، چطور اینجا اینطوری حرف میزنی؟ هر کس مقدار استعداد خود، البته بعضی آیات هست که غیر از رسول اکرم آن که متعلم به تعلیم اوست نمیتونه بفهمد. ها همینجا اینجا متعلم به تعلیم اوست یعنی ائمه تمام شده، قرآن را پیش ائمه دو جلد شد دادن به ائمه. و به وسیله آنهاست که ما باید بفهمیم. تشیع با این جمله همه اسلام رو ملوث کرده و با این عقیده. و بسیاری از آیات است که در دسترس همگان است که همه فکرهای خودشون رو به کار بندازن و مغزهای خودشون رو متوجه کنن و مسائل زندگی این دنیا و زندگان عالم را از این کتاب مقدس استفاده کنن. ولی این کتاب مقدس وقتی مدافع شما باشید واقعا بزرگترین اهانت به این کتابه، بزرگترین ضربه به این کتابه. بله تشیع که شما درست کردید از خمینی تا کلینی بزرگترین ضربه رو در طول تاریخ به اسلام زده، چه در میدان عقیده، چه در میدان فقه، چه در میدان فرهنگ، چه در میدان تاریخ، در همه میدان ها. مع الاسف نتوانستیم ما و نتوانسته است بشر و نتوانستند علماء اسلام اونطوری که باید استفاده از این کتاب مقدس بشود استفاده کنند. اینو میگن نرسی خونی، اینو میگن روز خونی. دقت میکنین؟ علماء اسلام بهترین خدمت برای این کتاب کردند. علماء اسلام ولی شما قبولشون ندارید، شما جز فرقه ضاله خود علماء اسلام نمیدونید، مرتدشو میدونید، ناسبیشو میدونید. هیچ کسی، هیچ قومی، هیچ ملتی، هیچ دینی اینقدر به کتاب خودش خدمت نکرده که مسلمانان به قرآن خدمت کردن. لیکن مسلمانان سواد اعظم مسلمانان کتاب سنت هستند. اینجا این حرفا دو پهلو میزنه که بتونه در بره. باید همگان افکار خودشون را چطوری همگان افکار خودشون به کار ببندن که ما اومدیم از شر و شرارت و طغیان و دیکتاتوری و خونریزی و خونخواری و مالخوری شما و خلف شما ناچاریم قرآن رو در سرزمین کفر بیایم تفسیر کنیم؟ این چه توصیه است؟ ناچاریم برای بیان قرآن در میان غیر مسلمانان بشینیم تا صدای ما مسلمانان برسه؟ از بس که خون ریختید راه بیاندازند و مغزهای خودشون را متوجه کنند. شما که هرچه قرآن شناس بود در ایران که شرکای شما را قبول نداشت یا کشیدشون یا فراریشون دادید، هرچه اسلام شناس بود همچنین، حتی شیعیان خود رو تحمل نکردید، بزرگترین دیکتاتوری جهان رو در ایران ایجاد کردید. تهران تنها پایتخت جهانه که یک مسجد بلکه یک مقبره برای اهل سنت نداره رسمی 4 تا نمازخونه بعد از که تلویزیون‌ها اهل سنت داد و فریاد کرد بعد از سالهای سال گذاشتی، اون هر موقع دلتون خواست میبندید. گذاشتید برای فریب دادن مهمانانتون. یه خاطره رو خدمتتون عرض کنم. یکی از طرفداران اینها که کاندیدای ریاست جمهوری مصر هم بود، ایشون در یه جلسه دیدم در جده، یه مدتی هم در الجزیره برنامه داشت، مشهور خیلی، در این لحظه اسمش در ذهنم نیست، وکیل مدافع هم هست بکنم، هم اخوان نیست ولی از همفکران اخوانه. بعد ایشون در یه جلسه بود، خیلی هم باد به قبقب انداخته بود، گفت که جلسه هم گذاشته بودن برای تکریم ایشون. این حرف مال
شاید 12 سال پیش این حدودا باشه. من فکر میکردم اینجا کسی انتقاد کنه، فلان بکنه، همه تعریف تمجید اینا. من فرصت و غنیمت شمردم، میکروفون رو خواستم، با اون یک سائل آخرم نشستم، مهمان رسمی جلسه هم نیستم، همینجور اومدم حاضر شدم. گفتم که من 15 سال دنبال شما گردم آقای دکتر. شما در تلویزیون در همه جا شهادت میدید که در تهران 22 تا مسجد هست، یک مسجد قانونی نیست. چطور این شهادت دروغ میدید؟ گفت که من خودم دیدم. گفتم اینا مسجد نیست، اینا نمازخونه. تازه این نمازخونه ها هم تازه بعد از اینکه ما در به در شدیم، جلای وطن شدیم، داد و فریاد تو دنیا راه انداختیم، این نمازخونه ها اجازه دادن. قبلا یه مدرسه پاکستانی بود که اونم در اول انقلاب مفجرش کردن، بعدا بالاخره ادامه پیدا کرد در خیابان نادرشاه تهران، بعدا در مقابل وزارت کار، الان نمیدونم هست یا نه، و بعدم در سفارت سعودی بعضیا نماز جمعه میخوندن مدت معینیه. و این نمازخونه داستانشون اینطوریه. و بعدم شما که میرید خیلی از اینا رو میبندن، اینا رو میذارن برای اینکه چیز بشه، شما ها رو فریب بدن. گفت خب فلان مولوی اهل سنت به من همین حرف زده. گفتم اون هم یه منافق بوده، اونم به خاطر دنیا خودش برات این حرف زده. اون فلان مولوی رو من میشناسم. خب من چطوری بشناسم؟ گفتم چطوری بشناسی؟ این بنده به شما میگم. آخر جلسه خیلی چیز شد، متشنج شد. گفتم خب یه راه هست، شما با سفارت ایران نزدیکید و به احتمال زیاد الان اینجا کنسول ایران نشسته یا از سفارت هستن، بیاد یکی علنا بگه که بله در تهران یه مسجد قانونی هستش، الان تلفن بزنه به سفارت، همین حرف در ملأ عام بزنه، همچه غلطی نمیتونه بکنه. خب تهرانی که ام القرای شیعه، خب اگرچه ام القرای صاحب فکر ام القرا دزد در اومد و رئیس مجلس سابق و الان ام القراش هم با خودش خوابید و کشوری که شما ام القرای شیعه میدونیدش جلسات وحدت اسلامی برقرار میکنید، حداقل بر همینایی که وحدت اسلامی میاد یه مسجد قانونی بذارید. نمیذارن. چرا؟ چون دیدگاهشون اینطوریه، برای که صداقت ندارن، برای که راستی و صداقت در میانشون نیست. اهل سنتی که در تهران، این حرف 40 سال بنده تکرار میکنم، که در تهران دومین جمعیت بزرگ ایرانند، از تعدادشون از یهود و نصارا و زرتشتیان و بهاییان مجموعاً تعداد اهل سنت در تهران بیشتره. یه مقبره هم نداشته باشن، یه مسجد هم نداشته باشن. چرا؟ در کجای دنیا اینطوریه؟ اسرائیل اینطوریه؟ آقا اسرائیل میگه قدس پایتخت منه، بعد 70 سال هنوز نتونسته مسجد الحرام بگیره، مسجد الاقصی رو بگیره، و خدا نکنه اون روزی که بگیردش. همین مسجد الاقصی اگه دست شیعه میافتاد، هم بر صهیونیست‌ها، به فلسطینی‌ها گفتم که بر صهیونیست‌ها درود میفرستادید. کافر از منافق بهتره. منافق چطوری میشه علاج کرد؟ آقا دم از اسلام برتر میزنه، سرتو میکشه. دم از تفسیر میزنه، مفسران میکشه. دم از اسلام میزنه، مسلمانان میکشه. این با این چیکار میشه کرد؟ به این کتاب بزرگ، تا اینکه این کتاب بزرگ را به طوری که هست و به طوری که ما میتوانیم از او استفاده کنیم، که جز امام کسی نمیتونه اونو تفسیر کنه، جز با روایت امام نمیشه قرآن فهمید. شیعه قرآن رو روایت زده کرده، اسلام رو روایت زده کرده. همه استفاده کنند و قرآن آمده است برای استفاده همه طبقات، هر کس به مقدار استعداد خود. خب اگر راست میگفتی تو امام امت بودی به اصطلاح، چرا یه تفسیر قرآن نداری؟ چرا کتابات هرچی نگاه میکنی
هر کتابش از کفرش از کتاب دیگری بیشتره، غلوش و زلالتش. البته بعض آیات هست که غیر از رسول اکرم و اون که متعلم به تعلیم اوست افترای محض، دروغ محض. رسول خدا هر چی را که دونسته مردم یاد داده، چیزی را مخفی نکرده، همه مردم، نه اون چه که متعلم تعلیم اوست. و اونگهی اینجا هم قصد دروغ دارید. اون که متعلم تعلیم اوست، اونها همه اصحاب پیغمبر بودند، همه تربیت شدگان پیغمبر بودند. یه نفر رو خدا میکنید، دیگران تکفیر میکنید. امکان نداره متعلم تعلیم پیامبر یه نفر باشه، 2 نفر باشه، 4 نفر باشن، 5 نفر باشن. برای که زندگی پیغمبر همش از خوابیدن و نشستن و جنگ و صلح و عبادت و همه زندگیش الگوی بر مسلمان. امکان نداره یه نفر باشه. حتی همسرش امکان نداره همه زندگیشو نقل کنه. ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. پیامبر چطوری خوابیده؟ این سنته که انسان همینجوری بخوابه. چطوری غذا خورده؟ سنته که همینجوری غذا بخوره. چطوری راه رفته؟ چطوری نماز خونده؟ و هاکذا. مگه عقلا امکان داره یه نفر همه چیز از پیامبر نقل کنه؟ لیکن اینا چیکار میکنن؟ اینا دین رو انجکشنی کردن، سوزنش کردن، وراسیش کردن. همه ادیان باطل اینجوری شده که گویا دین ارثیه، با اسپرم مقدس منتقل میشه، در صورتی که اینطوری نیست. دین مجموعی از آموزش هاست. این آموزش ها رو پیامبر یک نسلی رو پرورش داده. این نسلی که پرورش داده دومین معجزه پیامبر خدا صلی الله علیه و بعد از قرآنه. اولی معجزهش قرآن، دومینش این نسله. برای که در طول تاریخ بشر چه قبل از او چه بعد از او چنین نسلی رو هیچ کسی نتونست تربیت کنه. همین نسلی رو که شیعه افتاده به جانش که وصیت کلیسا و کنیست و آتشکده رو انجام بده، اونها رو تکفیر کنه. همینه که حاملان قرآنند، حاملان دینند. چه مونده؟ علی مونده و حوزش. علی که رفته چه مونده؟ یه مشروعات دروغین کمی کل خشکا درست کردن، دین رو به یک روسفی خونه مبدل کردن، دین رو به یک شرک خونه مبدل کردن، دین رو به یک دروغ خونه مبدل کردن. اگر دین اینه که الان در ایران حاکمه، دیگه میبینیمش، آقا بیدینی 1000 درجه بهتر از اینه. کفرستان شرق و غرب 1000 درجه از این دین بهتره. خدا رحمت کنه آیت الله برقعی رو. اول انقلاب میگفت آقا رقص آزاد در غرب، رقص آزاد از نماز دروغین و اجباری اینا بهتره. ما میگفتیم آقا تان بیاره، آقا این چه حرفیه؟ بعدا فهمیدیم نه خیلی درسته. دین متعلم و تعلیم اونهاست. اینجا کیه؟ ائمه. یعنی ائمه که اصلا نبودن، یه نفر بیشتر نبوده که علی، بقیه که نبودن، حسن حسین رضی الله عنه که بچه بودن. خب اینا که اینطوری فکر نمیکنن بچه بودن چیه؟ اونا در شکم مادر بودن، هنوز همه چیزو میدونستن، به دنیا می اومدن همه چیزو میدونستن. تازه پیغمبر رفته آسمان، علی همیشه پیشش بوده. قبل از پیغمبر رفته پیش خدا. پیامبر یک بار معراج کرده، علی 124 بار معراج کرده. اصل عقاید فاسدشون این هاست. تازه علی، خدا با علی با پیامبر به لهجه علی صحبت کرده. اصلا خدا بدون علی خدا نیست. این حرفا رو که میزنن در زیر سایه کفرهای ایناست، در سایه زلالتای، ولی خودشون نمیتونن بزنن چون مردم تکفیرشون میکنن. این با دهن لگام زده حرف میزنه. تازه با این حال کفراش که بیرون اومد تکفیرش کردن. از این میترسه که جهان اسلام تکفیرش کرد. شیخ بن باز تکفیرش کرد، رابطه عالم اسلامی تکفیرش کرد، سید هوا تکفیرش کرد و بعضی از علماء ازهر تکفیرش کردن. از این میترسه. ولی چیکار میکنن؟ با اشاره کنایه حرف میزنن، بعد حرفاشون از دهن روزخونا میاد بیرون، از دهن بعد که میگه دومشون رو بگیر، میگه اینا عوام یه چیزی گفتن دیگه، تمام شد. عوام که نمیشه جلوش گرفت که. اما کسی حرف از توحید بزنه، اینجا عوام نیستن، بدون زبانشون ببرید.
نمیتواند بفهمد و به وسیله اونهاست که ما باید بفهمیم. این کفر مطلقه. این که قرآن رو کسی نمیتواند بفهمد جز به وسیله ائمه کفر مطلقه. بلکه خداوند میفهمد که ولقد یسرنا ذکر، ما قرآن رو آسان قرار دادیم. خداوند میفرماید وانزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما قرآن رو برات فرستادیم تا برای مردم بیان کنید. برای مردم، نگفته برای علی و حوزش، نگفته برای 4 تا امام. 4 تا، بعضیاشون 4 امامی هستند، بعضیاشون 7 امامی هستند، بعضیاشون 12 امامی هستند، بعضیاشون 13 امامی هستند. همش دروغ در دروغ. کل امامت دروغه، بلکه بزرگترین دروغ در تاریخ اسلامه. واسه این بیورزا ارزه نمی کند که یه مرجع ظاهر بشه از امامت دفاع بکنه. بلکه میدونن. با آیت الله قمی نشستم، اون به اصطلاح مبارزه بود و تبعیدی بود و فلان، دیدم حرفاش همین حرفای عوامه. تازه اون موقع من یه طلبه بودم، طلبه داشتم درس میخوندم. یعنی اون شیرازیش همچنین. و بسیاری از آیات است که در دسترس همگان است که همه فکرهای خودشون را به راه بیاندازند و مغزهای خودشون را متوجه کنند. اینا مستمالیه، اینا تقییه همش این حرفا رو که میزنه. و مسائل به دلیلی که خودش امام امت چند بار از قرآن استشهاد میکنه در این مرثیه‌ای که میخونه. شما چقدر استدلال از علمای شیعه میبینید، از خمینی گرفته تا دیگران. تازه اونجا که استدلال میکنه استدلال کج برای تحریف و تزویر. ولی از حرفای خمینی شما چند تا آیه شنیدید؟ از حرفای سیستانی که چی مخفیه. زندگی را، زندگی این دنیا و زندگی اون. بله. کلیپ تمام شد. خدا بهتون خیر بده. این یاوهگو چه گفته؟ لعنت بر یاوهگو. زنا کشتزار شما هستند، فتو هرسکم ان ناشیتم. قرآن میگه کشتزار شما هست، فتو هرسکم. از هر طریقی که تو خواب و خانه داری میکنین بازن دان اجازه است. یعنی از راه عقیب، از راه غیر عقیب، یعنی از راه عقیب، از راه غیر عقیب. اگر چون این حرفو هیچ کدوم از علمای اهل سنت نمیزنن. اگر این کلیپ بازی باش نشده، مقصود از عقیب غیر عقیب اینه برای که در زمان جاهلیت وقتی کسی با زن نزدیکی میکرد فقط از جلوش میتونه نزدیکی بکنه، از پشت نه. از پشت اینجا مقعد مقصود نیست، محل کشت یک کشته، ولی هر جور که نزدیکی کرد. لیکن محل کشت باید یکی باشه. اما لواطت و از پشت نزدیک کردن پیامبر لعنت فرستاده. من فکر نمی کنم این آقا این حرف رو بزنه، لیکن حرفش رو تحریف کردن. برای که شیعیان چون این اتهامی رو به احناف میزنند، در صورتی که احناف به شدت مبرند از این حرف. اینجا یا شاید این آقا نتونسته، اگر کلیپ درست باشه نتونسته تعبیر درست بکنه از عقب یا غیر عقب. مقصود از عقب شاید قصدش پشت باشه، بلکه فارسی دری یه خورده با فارسی ایران متفاوته. آقای مولوزاده جواب بدی. من یک سوال داشتم. خب سوالت کو؟ این همه ما رو قسم دادی جواب بده. سوالت کجاست؟ به جای این قسم دادن ها سوال تو می نوشتید.
میگم تیر اندازی به سوی قبله به صورت غیر عمد جایزه؟ ناجایز است؟ نه خیر. تیر اندازی چرا ناجایز باشه؟ هیچ اشکالی نداره. آقای علی لور من با یک شیعه متعصب صحبت کردم و او میگفت معاویه و یزید هر دو گمراه بودن. نه، اونا میگن معاویه و یزید کافرن، گمراهی به جای خودش. شیعیان کلینی روایت میکنه که ارتد الناس بعد النبی الى ثلاثه، بعد از نبی همه مرتد شدن جز 3 نفر یا 5 نفر، علی موند حوزش بس. منم گفتم اگه این دو گمراه بودن حضرت حسن و حسین باشون بیعت کردن، پس که این 2 نفر اشتباه کردن طبق داشیه. بله 100% استدلال خوبیه. چرا با گمراه بیعت کردن؟ بعدش گفتم اگر امامان علم غیب دارن چرا شما میگی امام رضا سم خورد؟ بله کاملا درسته. اگه علم غیب داره چرا مسمومش کردن؟ البته این دروغه، مسموم نشده، لیکن فرضاً حرف شیعه درست. فرض اگه شما میگی مسموم شده، علم غیبش چی؟ میدونی چی جواب میده؟ آقا علم غیبش استفاده نکرده. گوی چاقوی تو جیب استفاده، او چاقو که تو جیبته دارم میکشن، به چه دردت میخوره؟ بله. تو اگر بدونی داخل ظرف سم هست میخوری؟ و بعدش گفت اسمت دارن. گفتم اگر اسمت دارن چرا به خاطر گناهان خودشون از خودت طلب آموزش میکردن؟ دقیقا جواب نداد و یه جوری داستان رو پیچوند و آخرش گفت اینا همش مصلحت بوده و رفت. آره اینجوری. یعنی شما فکر میکنید مراجع شیعه برای این سوالا جواب دارن؟ فقط سفسطه میکنن، مردم فریبی میکنن. بله. ابوبکر عمر رو دریاب یعنی چی؟ یا آخونده چی میخواد بگه؟ سلام. آیا وهابیا خلیفه اول و دوم رو مشرک میدونن؟ وهابیا خودشون هم عقیده کامل با اهل تسنن معرفی میکنن. اولا این دروغه. در میان اهل سنت مذهبی به نام وهابیت وجود نداره. شماها دروغ میتراشید و اولین باری که این کلمه وهابیت مطرح شد در جنگ بین محمد علی باشا و عثمانیان با موحدان و مجاهدان جزیره العرب بود و تا اینکه در میان مسلمانان انگلیس اختلاف بندازه، خود انگلیس در حاکم بر هند بود، علمای دیوبند رو به نام وهابیت میزد. این کلمه وهابی رو انگلیس مطرح کرد. درست مثل کلمه تروریسم. این کلمه تروریسم که درست کرد؟ مسلمانان درستش کردن؟ بله. بعد پس ما در میان اهل سنت ما مقلد و غیر مقلد داریم، اما مذهبی به نام وهابیت اگه وجود میداشت حداقلی که میگه آقا من وهابی ام. بهاییت وجود داره میگه من بهایی ام. یهودیت وجود داره میگه من یهودی ام. چرا یه نفر در دنیا پیدا نمیشه که میگه من وهابی ام؟ برای شما برای اینکه از بس که زبون و خار و ذلیلید که نمیتونید با اهل سنت مستقیما بجنگید جز با این بازی ها. این دلیل ذلت و خاری شماست. و 2 قوم در دنیا همیشه تقیه میکردند و خار بودند، یکی یهودیان یکی شیعیان. چرا؟ چون همیشه ضعیف بودند. یهودیان الان دولت دارن بر دنیا حکومت میکنن، هنوز تقیه میکنن. شیعیان هم چه؟ شیعیان که بیشتر. بله. بریم جلو. ممکنه بعضیام فریب بخورن. حرف من با فریب خورده هاست. اگر بخواید دنبال وهابیا برید، قبل از شرک شیعه حرفای شما دامن خلیفه اول و دوم رو میگیره. خب بفرمایید ببینیم. از شما میپرسم ابوبکر و عمر کجا دفنن؟ خواهید گفت کنار مرقد مطهر پیامبر. اونجا قبرستان عمومی نبود، خانه پیامبر بود. التماس کردن، رایزنی کردن، گفتن خب این قبرها کنار مرقد مطهر پیامبر قرار بگیرن. به زبان ساده از مجاورت و چسبیدن به مرقد مطهر پیامبر چی می‌خواستن؟ نمیتونید بگید هیچ هدفی نداشتن و بی خود و بی جهت التماس کردن که اونجا قرار بگیرن. ابوبکر و عمر و احمق نفهم این چه ربطی به شرک داره؟ زندگیشون در رکاب پیامبر گذراندن و وجود پیامبر هم در حیاتش برکته و هم در مماتش.
یا از باب توسل و یا برای تبرک قبرشون رو چسبوندن به مرقد مطهر پیامبر. و این دو کار آقا تبرک رو کسی منکر نیست. اینو که شما وهابی میذاری اسمشون میذارید نفهم، کتاب دارن به نام تبرک. تبرک رو هیچ اهل سنتی منکر نیست، لیکن شما تبرک رو مثل توسل به شرک مبدل کردید، همچون که بقیه اسلام به شرک مبدل کردید. گناه نابخشودنی از جهت وهابی است. مواظب باشید به خاطر دشمنی با شیعه حرفی نگید که خلفای خودتون مشرک بشن. حماقت رو ببین. برو جهلت رو علاج کن. حتی علما در این اختلاف دارن که اون قطع زمینی رو که پیامبر خدا صلی الله علیه و بدنش چسبیده، آیا اون بزرگتره یا پیش خداوند ارزشمندتره یا خانه کعبه؟ تا این حد پیامبر خدا صلی الله علیه و در میان مسلمانان موحدان اهل سنت به قول شما وهابیان مکرم، چنان مکرم و معززه که اینطوری دربارش فکر میکنند. لیکن شما نفهم ها، جاهل ها، نادان ها میخواید بتخانه های خودتون رو ادامه داشته باشه، در هرچی که بت پرستی به نام تبرک و توسل رایجش کنید. من فقط میدونم هر کس شیعه رو درست کرده خیلی زیرک و منافق بوده. بله شکی نیست، شکی دنی یک مذهب درست کردن که اصل و اساس اسلام را از رد میکند، اما نماز روزه رو حذف نکردن تا مردم فکر کنن این اسلامه. ولی کسی نماز روزه میخونه؟ الان در تهران 15 میلیون نفری، 10 میلیون نفری، شما برو در تمام تهران یه مسجد بازه؟ اصلا برای که این فرهنگ اصلا شما رو به جوری میکشونه که اصلا نماز یعنی چی؟ یک قطره اشک بریز تمام شد، همه گناهات میبخشه، چرا نماز بخونید؟ ابو جهل هم اینجوری نمیگفت، ابو لهب اینو نمیگفت. بله این مذهبی است که ابن سبع خاخام ابن سبع یهودی برای شیعیان به هدیه آورد. تبرک جوسان لباس مولا عبدالحمید و دستبوسیشان لطفا پخش کنید تا ماهیت فلان این پخش کردم، کلیپ درست کردم، چیز جدیدیه. بله اگه جلوی این کارا گرفته نشه، جلوی این کارا، اولین کسی که در مقابلش ایستاد بنده بودم و جلوی این کارا باید گرفته بشه. تصوف، شؤم تصوف در همین تبرک بازی هاست و شؤم تشیع در همین افراط ها و غلوب هاست، هر دوشون در این مورد یکی هست. ولی کم و زیاد داره. من میخوام از اول پخش بشه این بله اینو بارها پخش کردم، بارها اینو پخش کردم. گوشت کبتار حلال است خیر. متوجه نمیشم سوال شما. اسما سوالی داشتم، درود فرستادن بر نعمت جایزه؟ یعنی چی؟ بعضیا عذر میخوام بر گاو بر شیر درود میفرستن. نخیر نخیر این درست نیست. لطفا زود جواب بدید. این دیگه چه عرض کنم، عجله هم داری؟ بله درود بر خدا و رسولشه، درود بر انسان هاست نه بر جمادات. ما نمیتونیم از لطف شما حق قدردانی عمل بیاریم. نه آقای یوسف این واجب ماست، کوچکترین حقی در این مورد ما به گردن شما نداریم.
آقای اکبر علی بلوچ‌ساهی لطفا بنویسید. شما مسیج گذاشتید. مسیج. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام دانش آموختگان منبول علوم کوهوان پادیک من طرفات شما را دوستان سلام و انشاءالله سلام و جاندرآباده. علیکم السلام و رحمت الله. سلام بر شما و بر همه طلاب عزیز، چه در کوهوان، چه در بلوچستان، چه در همه ایران و افغانستان. من احکر محمد عارف ارجمندی جیونی بلوچستان پاکستان یکی از فارغ التحصیلان منبول علوم کوهوان سنه 1420 هجری قمری. ما یک تقاضی که شما علماء کرام یہ گروه تها علماء ائمه امام جماعت و امام جماع موجوده، یک تقاضی که بزرگان طرفا شما را کنه. شما داریم بلوچی حرف میزنی، این نیاز به ترجمه داره، مردم همه بلوچی متوجه نمیشن. من احتمال میدم شما این مسیج رو اشتباهی فرستادید، برای یک گروه فرستادید، اینجا هم فرستادید. اگر برای اینجا فرستادید لطف کنید به فارسی بنویسیدش. عمر ابن عبدالعزیز نواسه عمر ابن خطاب بود. کسی بود که مزه دنیا، لذت دنیا را زیر پای خودش دفن کرده بود. حضرت عمر ابن عبدالعزیز بر سغاره دنیا حکومت میکرد. حکومت تا سرحدای چین و استانبول دنیا را نوردن، دنیا را بلعید حضرت عمر ابن عبدالعزیز. اما عمر فقیر زندگی کرد. دنیا سیر بود، حیوانات سیر بودن، همه سیر بودن. عمر گرسنه شب خوابیده بود. چرا؟ اگر بادشاه سیر باشد رعیت گرسنه‌ایه. اگر بادشاه گرسنه باشد رعیت سیره. پدر اگر سیر باشد رعیت گرسنه‌ایه، تو فرزندانش گرسنه. پدر باید گرسنه باشد تا فرزندانش سیر باشند. یک روز عمر ابن عبدالعزیز آمد، فرزندانش دخترش را صدا کرد، زینب، صدا نیامد. صدا نیامد. فرزندانش را صدا زد، جواب نیامد. فاطمه خانم حضرت عمر بیرون آمد. چی عمر؟ کیا داری صدا میزنی؟ گفت دختران تا الان نشده که حرف من را بر ندارند و نیان، فرزندانم حرفم را. گفت چی میگی عمر؟ گفت وقتی فرزندت را صدا میزدی لباس نداشت. دختران تو لباس نداشتن، لخت بودن، لباس نداشتن. سیدنا عمر لباس را شسته بودن، نمیتوانستن اینطور پیش تو حاضر بشن. لذا ناراحت نشو از فرزندانش، برگشت و بلند شد و رفت. و یک روزی فرزندانش را خواست، دید تا فرزندان حالت خوبی ندارن. عمری که بر صغار حکومت میکرد فرزندانش را خواست، ردیف کرد. گفت بفرمایید. فرزند بزرگش را گفت امروز عید بوده و مردم آمده اند، جمع شده اند و شما لباس ندارید. گفت اگر ما دنیا نداریم تو به ما دین دادی. پدر مرحبا لک، خوشی باد که فرزندان خودت را آغشته با مال دنیا و سرمایه بیت المال نکردی. عمر مبارک باد تو را. همین عمر رضی الله تعالی عنه وقتی وفات کرد به رجا گفت بله. گفت وقتی جنازه من برداشته میشه حالت من را نگاه کن. پادشاه قبلی عبدالملک بود، وقتی در قبر گذاشتن چهره سیاه شد، چهرهش از قبله گردانیده شد. پادشاه بعد ولید بود، وفات کرد، چهرهش سیاه شد، از قبله گردانیده شد. پادشاه بعدی سلیمان بود، وقتی وفات کرد چهرهش گردانیده شد و از قبر گردانیده شد. گفت من را نگاه کن حال من چطوریه. سلیمان را وقتی به قبرستان بردن که قبر از عمر بود، وقتی سر قبر گذاشتن به داخل میخواستن بگذارن، جنازه سلیمان به حرکت در آمد. فرزندانش گفتن پدر ما زنده ای. گفت پدر شما زنده نیست. قبل از این که در قبر او را بگذارن عذاب قبر او را گرفته. قبل از این که او در قبر بگذارن اون عذاب قبر او را گرفته، بندازینش در قبر. سلیمان بادشاه بود، ولید بادشاه بود، عبدالملک بادشاه بود، همه بادشاه. اینها ولید بادشاه بود. شبها 10 بار قرآن رو در
میکرد، شبی 10 بار قرآن را تلاوت میکرد. اما در حکومت ولید ظلم وجود داشت، در حکومت عبدالملک ظلم وجود داشت، در حکومت ظلم نسبت به اون زمان، نسبت به این زمان که قابل مقایسه نیست. سلیمان ظلم وجود داشت. چهرهایشون در قبر سیاه شد. عمر ابن عبدالعزیز وقتی وفات کردن کاغذی از بالا آمد، چهرهاشون در قبر سیاه شد. اینا داستان هاست، آدم نمیدونه از کجا معلوم. روی سینه عمر افتاد. براتون من عمر ابن عبدالعزیز، براتون من عمر ابن عبدالعزیز من النار. نه اینا داستان هاست، اینا داستان های صوفیانه، اینا داستان های صوفیانه. دوستان راجع به تبرک این کتاب میبینید، این کتاب التبرک انواعه و احکامه، تألیف دکتر ناصر بن عبدالرحمن بن محمد الجدی، استاد مشارک در کلیه اصول دین در ریاض، جامعه امام محمد بن سعود اسلامیه. و این کتاب مؤلفش ایشونه. و انواع تبرک آورده. که میگه که اهل سنت تبرک قبول ندارن؟ به سرعت فهرستشون نگاه میکنیم. انواع امور مبارک، تقسیم برکت دینی و دنیوی، قرآن کریم، فضائل قرآن کریم، برکت قرآن کریم، اعجاز قرآن کریم، اشخاص مبارک، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، فضل رسول خدا صلی الله علیه و سلم، انواع برکت ها، برکت های معنوی، برکت های حسی، انبیا، صالحان، ملائکه. لیکن شما ها همه چیز رو خراب کردی، غلو کردی، افراد کردی. مساجد، مسجد الحرام، مسجد النبی، اماکن مبارک ذکر میکنه، مسجد القبا، مسجد الاقصی، زمانهای مبارک، رمضان، لیلة القدر، 10 روز ذی‌حجه، ماهای حرام، جمعه، دوشنبه و پنجشنبه، وقت نزول وحی، سرزمین شام، سرزمین یمن، وقت باران باریدن، وقت مبارکیه، درخت زیتون مبارکه، شیر مبارکه، اسب همچنین با برکت، یعنی خداوند بهش برکت داده، گوسفند، نخل، همین رو مبارک با برکت میدونم. با برکت ماشینی که بریم بهشون تبرک وجود که بیا به ما رزق بده، این کارتون خرابه. تبرک به ذکر خداوند، به تلاوت قرآن کریم، انواع ذکر، تبرک به قرآن کریم، رقیه با قرآن کریم دم کردن، مشروع از تبرک با پیامبر و صالحان و نامشروع. تبرک مشروع داریم، تبرک نامشروع داریم. چطور اصحاب پیامبر در زندگیشون از پیامبر تبرک می جستند، نمونه های تبرک صحابه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، تبرک به موی پیامبر خدا، به آب دهن پیامبر خدا، به عرق پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، به لباس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. اما اینا مخصوص پیامبره. بعد از پیامبر کسی چنین صفتی رو نداره که مغرور بشه که دیگران ازش تبرک بجویند. بلکه پیامبر مغرور نمیشد، دیگران مغرور میشن. هر کسی باشه مغرور میشن. یه بی سواد بیاد مثلا مردم تبرکش بجویند، خودشو گم میکنه. تبرک با آثار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد وفاتش، آیا بقیه صالحان به پیامبر قیاس میشن؟ هرگز. آیا صحابه پیامبر از همدیگه تبرک میجوستند؟ چرا این گونه تبرک ها را صحابه پیامبر ترک کردند؟ تبرک با همنشینی به صالحان، تبرک با نوشیدن آب زمزم و هکذا. و مقصود که این داره دروغ میگه که میگه که اینو میخوام ثابت کنم که اهل سنت تبرک قبول ندارند، یا به اصطلاح خودش وهابیت تبرک قبول ندارند. آقای سلطان سلیم سخنان خامنه‌ای قبل از انتخابش به عنوان رهبر موقت. بله،
الان که همه رو کشته میگه که بعد امام من رهبر کرده، چون رفسنجانی نیست که دروغشو پاش کنه، بلکه رفسنجانی همیشه بیشتر از ایشون به خمینی نزدیک بود. دوستانش همه یا زندانن یا ترور یا بیرون. این کلیپش نمیاد، چرا؟ آقای سلطان سلیم. اولا واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. خب اینجا داره دروغ میگه دیگه. الان که داره میگه خمینی من انتخاب کرده، طور که ایران اینترنشنال دیگران آوردن، خمینی گفته شما بعد از من رهبر باش. حالا اینی که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال اصل این دروغ این آقا درست کرد، رفسنجانی، ولذا خدا اینو مسلط کرد بر رفسنجانی تا ناکوتش کنه. هر کس که ظالمی رو مسلط کنه خدا همون ظالم بر خودش مسلط میکنه. فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا که این چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید. خب اگر چنین اعتقادی می داشتید چرا این مسئولیت قبول کردی؟ حرام بوده برات قبول کنی. وقتی حقیقتا خودتو لایق نمیدونی چرا چنین امانات بزرگی به دوش میکشید؟ داره خیانت میکنید. این اعتراف سید الادله. اگه تواضع الکی میکنید که قبول ندارید، بله. اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه خب رهبری سوری، شما که میدونی ازت بهتر هست، منتظری ازت عالمتر. خب با صابر مرزاتش هم کمتر از شما نیست که بیشتر. چرا اونو نگذاشتید؟ لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فقهی، اون که حالا هیچ. نه این داره بازی میکنه، مرجع شأنی مرجع فقهی. مرجع یعنی مثل باقی مراجع. از لحاظ اگرچه خود این مرجعیت یه بت پرستی است، دروغی بیش نیست، یه بازی بیش نیست، درست مثل امامت. شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. این چرندیات همش چرندیات تشیعه. آقا اون که اهل سنت 1000 سال پیش این مشکل رو حل کردن، اعلم الناس اگه نبود بهتر کسی را که مردم انتخاب کردن میشه رهبر مردم، رهبر جامعه، و علما میشن رهبران دینی و حکام میشن رهبران دنیوی. حکام واجبه که از علما پیروی کنن در امور دین، یعنی از کتاب سنت پیروی کنن. الان برای که اینو نیایید حرف درست قبول نکنید، 1000 تا کجکوله درست کردید در این راه. یه روز امامت، یه روز امام زمان، یه روز مرجعیت، یه روز نایب مرجعیت و هم یه روز ولایت فقیه. چرا با اصل جنگ نمیزنید؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از خدا و رسول پیروی کنید مطلقاً. اطیعوا اولی الامر نمیگه مطلقاً. اولی الامر عطف به ما سبق میدونه، عطف به خدا و رسول میدونه، یعنی مقید به پیروی از خدا و رسول. قرآن این رو واضح کرده. نه آقا باید امام باشه، نایب الامام باشه. یه دروغی رو 1000 سال پیش گفتید، نمیدونید چطوری ازش خلاص بشید. و الان بهترین فرصت بود در اول انقلاب که از این دروغ خلاص بشید. با شورا رو انتخاب کنید، تمام شد را. لیکن چون به شورا اعتقاد ندارید، چون به انتخابات مردم اعتقاد ندارید، چون به انتخابات اعتقاد ندارید، اعتقادی را که انتخاباتی را که 1400 سال پیش بوده فوش بش میدید، ولذا آمدید راه کجکوله میرید. خب همین انتخابات رو گرفتید، باش بازی میکنید.
ظاهرا ادعا میکنی که چی؟ ما با انتخابات رو کار آمدیم، مجلس خبرگان داریم، ولی چون از ته دل بهش اعتقاد ندارید مشروعیت از انتخابات نمیگیرید، مشروعیت از ته چاه و از امام زمان و از نایب امام زمان باقی دروغا میگیرید، میاد چیکار میکنید؟ پات در هوای نمیدونید آقا شورا یا غیر شورا؟ نه ما هم شورا داریم، هم مشروعیت اون امام زمانه، لیکن پیش مردم در مقابل جامعه جهانی ما انتخابات داریم. اینا بازیه، اینا دین نیست. بله. الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستن. این چطور همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعا قبول نمی‌کنن. نه آقا بعد از آقا این مشکل در تشیعه، در صورتی که حقیقت این نیست. حقیقت اینه که اگر در جامعه اسلامی یک رأی راجح بود، یک رأی مرجوح بود، یک رأی مرجوح، حاکم رهبر جامعه، رهبر سیاسی جامعه بنا به مصلحتی رأی مرجوح انتخاب کرد نه رأی راجح، بر همه لازم میشه حتی اونی که قائل بینه به رأی حاکم عمل کنه. تا اون شد رفت، برای به امور جامعه حکم الحاکم یرفع الخلاف، حکم به اصطلاح ولی امر یا حکم حاکم این اختلافات بغیر هزار تا رأی هست، مثلا میگم 10 تا 4 تا 5 تا رأی هست، حاکم که نمیتونه یه همه آرا رو انتخاب کنه. این مذاهب برای چی به وجود اومد؟ به همین خاطر حاکم یک رأی لازم داره، اون رأیی که بیشتر مصلحت جامعه نزدیکتر باشه اون انتخاب میکنه. اون موقع بر همه مردم واجب میشه که اینو قبول کنند. من واقعا آقای خامنه‌ای رو صاحب نظر میدونم، صاحب نظر جدی در مسائل فقهی، اما نه اینکه ایشون الان رفته هم مسائل رو استنباط کرده. یعنی الان اگر یک مسئله اجتماعی برای کشور مطرح بشه و ایشون بخواد نظر فقهی پیدا بکنه با همون روش سنتی نه مشکل. اینا همش کلاهگذاریه، همش کلاهگذاری بر شیعیانه. چرا آخرش دادت در اومد، آخرش دستو گریه میکردید. ببین آدم هیچ حرفی نزنه که خدا ما چطوری میگیردش، حرفی که نمیتونه عمل کنه، دروغ نگه. یه مقدار کار کردن، با یه مقدار کمک گرفتن از کسانی که منابع رو چون وقت ممکن نداشته باشه کمک کنن برای پیدا کردن مصادر، ایشون میتونه به نظر برسه. بیا یعنی مجتهد کمکی 4-5 تا. مگه بقیه مجتهدا چیکار میکنن؟ اصلا بقیه مراجع مگه چیکار میکنن؟ اکثر مراجع نوشته هاشون مال دیگرانه، مال طلبه هاشون رو میگیرن به نام خود پخش میکنن به همین شکلی. اینا بازیه، کل مرجعیت بازیه، کل امامت بازیه، ولذا به این بنبست ها کشیده، هم از نظر سیاسی و هم از نظر دینی. از نظر دینی که فرعونیته. نه نباید بگم آقای خامنه‌ای دیگه نمیتونه. خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحث هم نمی‌کنیم. آیانی که همش کلک با کلک بازی رأی گرفت، با کلک بازی نامه درست کرد از طرف خمینی. خداوند همین خودشو ببین چطور ازش انتقام گرفت که خامنه‌ای رو برش مسلط کرد. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی، اینم کلک باز تا رفراندوم اول تا رفراندوم بعد ببین چیکار کردن. ای خدا نفرینتون کنه که با سرنوشت ملت اینطوری بازی کردید، هم تو رو هم خامنه‌ای رو و هم کسانی رو که به این وضعیت رو پیش آوردند. تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. بله بفرمایید، قیام بفرمایید. نمک پاشیدن روزخان خامنه‌ای بر زخم داغداران آبادان بعد از 13 روز بر قبر ملعون خمینی. بعد از 13 روز خفه خون گرفته راجع به سیاه بیچاره که در امریکا مظلومانه کشته شد فوری موضع گرفت. توصیه من اینه
امروز که دشمن در صدد تخریب صدا به زور از دهنش در میاد چون میدونه دروغ میگه، نه خودش هم به حرفش قانع نیست. مسئولان انقلابی است، وظیفه قدرشناسی وظیفه سنگینی است. باید از مسئولین قدرشناسی کرد. آره والا باید برج‌ها رو همه رو خراب کرد، اصلا آبادان رو باید ویران کرد تا از مسئولین قدرشناسی بشه. واقعا گاهی اینی که انسان تازه طلبکارم هستند ها، این همه جرم، این همه جنایت، این همه ظلم، طلبکارم هستند. اینقدر قالتاق بازی میبینه در قضیه آبادان یک وزیر 3-4 روز شبانه روز بر سر اون کار میره میسته خودش. این خیلی کار مهم نیست. اینی که رئیس جمهور محترم یا معاون او میرن با آسیب دیدگان قضیه ملاقات میکنن، به اونها تسلا میدن، آرامش میدن، روزه میخونن. بله کار رئیس جمهور روزه خونیه، تسلی دادنه، مرثیه خونیه، کارش اینه. کارش ساخته که آبادان کشور نیست. به دلهای اونها اینا خیلی با ارزشه. اینا باید قدر شناسی بشه. البته همه خوابن. ای خدایا از اینا انتقام بگیر. آخوند قرقاطی توضیح راجع به گناهان و شستن امامه اگر عقل زیر امامه بشوره بهتره. یعنی چی؟ مقصودتون چیه؟ چی میخواد؟ کاغذ اینه ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. این مشکلی که پیدا شد چون تو آدم خوبی بودی، مثل عینک بروری بودی، دوشنبه کارو کردی، سه‌شنبه مرزت گذاشتیم کف دسته. دوشنبه خراب کردی، سه‌شنبه سیری خورده. این چون آدم خوبی بودی. مثل امامه من چون سفیده تا لک شد میرم میشورم. این حرف درسته. این حرف در میدان توجیه درسته، در میدان راهنمایی درسته. انسانی که گرفتار معصیت باشه هر مصیبتی که میاد به خاطر معاصیه. این حرف درسته. من نمیدونم چرا انتقاد کردی شما. اما من یه لک اینجا باشه من دیگه پشت دوربین نمیم، چون این سفید نباید سیاه بشه. آدم مؤمن نباید گناه بکنه، گناه که حالشو میگیریم تو همین دنیا. اما اگر آدمی بدی بود مردم میگفتن جاوید شاه، خب عجله نکن، انقلاب بشه 50. همه وقتی که میگن جاوید خمینی نمیدونم خدای خمینی رو نگهدار تا ظهور مهدی نگهدار، اون که از جاوید شاه 100 برابر بدتره، معصیتش هم بزرگتره. ولی صبر کنی، عجله نکنی. حرف میشه مردم میگن مرگ بر شاه. خب الان هم مردم میگن مرگ بر آخوند. لیکن مقدمه ای که ذکر کرد مقدمه درستی بود. جعلنا لمهلکهم موعدا. تاریخ گذاشتیم، تاریخ مصرف داره. بعضی هم مثل صدام ببین مقدمه رو درست شد، الان ببینیم مؤخراش چیکار میکنه. اصلا تو دنیا مرگ بر صدام کسی نگفت، نه عراقی‌ها گفتن نه غیر عراقی، تا اونجایی که ما خبر داریم. ولی همه نوکران شما گفتن، همه نوکران شما اونجا ترور رو انداختن، بر صدام نگفتن، دشمنانش همیشه میگفتن. گذاشتیم برای صدام اعدام میشه. اعدام میشه که به شهادت رسیده، با شهادتین اعدام شده. شما یک نفر مرجع شیعه رو در تاریخ و در حال حاضر پیدا کنید که با شهادتین مرده باشه. الان ختنه کردن به جای خودش. یک نفر مرجع رو پیدا کنید، چه اونایی که در حکومتن چه اونایی که در حکومت نیستن، که این با شهادتین مرده باشه. اگه شما راست میگی، خمینی همه لحظاتشو شما با زیر دوربین بوده، کجا با شهادت مرده؟ کجا؟ یه نفر رو پیدا کنی. انما نمریم تا دقیقه آخر کارش نداریم، میذاریم برای حساب روز دیگه. این مثال محل فارغه، خیلی مثال محل فارغیه. بلکه صدام وقتی که اعدام شد این بهترین هدیه براش بود، بلکه همه دنیا دید که این مرد اون نیست که رسانه های غرب و شرق ازش درست کردن، رسانه های ایران ازش درست کردن.
دادگاهش بهترین هدیه براش بود. خدا، من به نظرم خدا داند، تحلیل خودمه، خدا دوستش داشته که این دادگاه نصیبش کرده. کسی با شهادتین بیمیره چیز کوچیکیه. پیامبر خدا صلی الله علیه و میفرماد هر کسی با شهادتین مرد جاش بهشته. پیامبر راست میگه دروغ میگه؟ پس همه درسته. اونا که بد هستیدی میخوارن درسته. اینا مثل امامن، مثل عینکن، بلورین، فول. اونا که متوسط بدن، تاریخ مصرف دارن، میگیم باشه بد. اونا که خیلی 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 بدن، اصلا تو دنیا کارشون نداریم. تمام عمرش جنایت کنن، ما هیچ کارشون نداریم بره قیامت. مثل خمینی کارش نداشت اینجا و میدن بره آخر سال با دستبیل قادر بشه. کلمه حقی رو در راه باطل به کار برد، لیکن مقدمه‌ای که گفت درسته. این یک روش تربیتیه. مؤمن هر مصیبتی که بکنه خداوند هر اندازه که به خدا نزدیکتر باشه زودتر متوجهش میکنه. این در این هیچ شکی نیست. آقای محمد فارس، شما یه چیزی فرستادید که خیلی خیلی ریزه، من نمیتونم بخونمش. شما تو لندن امام مسجد هستید؟ نه خیر، من امام مسجد نیستم. چرا شبکه در ماهواره در فرکانس 11:011 بدون سرویس شده؟ نه سرویس داره، پیش شما نمیاد. شما در چه شهری هستید؟ که من در جنوب بلوچستان. بله، این انشاءالله که به قسم فنی میفرستم. بعد از برنامه انشاءالله میفرستمش. خامنه‌ای بد جور نشه هست یعنی. بله. آقای عبدالحمید از روسیه، ویدیو کوتاه در مورد فضیلت روز دوشنبه و پنجشنبه. خیلی متشکرم از شما که تذکر دادید. خدا خیرتون بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. الله تعالی میفرماید یادآوری بنما که یادآوری مؤمنان را مفید است. فردا یکی از روزهایی است که روزه گرفتنش سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. از الله متعال خواهانیم که روزه گرفتن این روز را برای ما و شما نصیب فرماید. آمین. در اینجا به ذکر چند تا از احادیث میپردازیم برای تشویق و ترغیب روزه گرفتن. حدیث اول از ابی قتاده انصاری رحمه الله روایت است که ایشان فرمودند از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد روز دوشنبه پرسیده شد. ایشان فرمودند در این روز به دنیا آمدم و در این روز قرآن بر من نازل شد. و حدیث دیگر از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزهای دوشنبه و پنجشنبه را روزه می گرفتند. و حدیث دیگر از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اعمال بندگان روز دوشنبه و پنجشنبه به الله متعال عرضه می گردد و من دوست دارم اعمالم وقتی به پروردگارم عرضه شود که من روزه باشم. امیدوارم که الله متعال برای هر یک ما و شما توفیق عمل نصیب بفرماید تا اینکه این 2 روز را در هفته روزه داشته باشیم. موفق و معید و سربلند بوده باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. برادر تاجیک، خدا موفقت کنه. آقای محمد از کردستان، استاد آیا خواندن نماز در مساجد شیعه درست می باشد؟ به تنهایی بله، به تنهایی هر جایی که پاک باشه نماز درسته.
لیکن پشت سرشون نه. آقای عبدالرحمن 1 دقیقه با اجرای استاد عبدالظاهر مجاهدان را تروریست نگویید. کلمه تروریست چی هست؟ هر جایی که مسلمانه که به خاطر دفاع از وطن خود حرکت میکنه او را تروریست میگه. هر جایی که مسلمانه که جهاد فی سبیل الله میکنن و از وطن خود و از خاک خود در فلسطین ببینید حماس مجاهدین حماس میگن که یا تروریست هستن، در لیست تروریست هست. در عراق مجاهدینی که بزده امریکا حتی تلویزیون کلمه اشاره و کنایه میکنه که اینا تروریستن. اون موقع صهیونیست‌ها رو میاره برنامه بهشون میده. یا جهاد میکردن او رو میگه تروریست است. در هر جای کشور که ببینید، در افغانستان، در عراق، در چچن، در هر جایی که ببینید این اصطلاح هست و باز مسلمان‌های بی‌عقل ما و شما باز هم چی میکنن؟ از پشت سرش این کلمه را چی میکنن؟ تکرار میکنن. به هر صورت مثل تروریست اینجا رواج دادن خطرناکترین کلمه هست. از دان بسیار آدم‌ها شنیدیم درش گفتیم از خدا بترس، از خدا بترس، نکن، گپی را نزن که در روز قیامت محاسبه شوی. آقای منوچهر شما کلیپ فرستادی شرح ندادید کیه، اونم نمیاد تازه. خب دوستان همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. و برای کسانی که بر ما کلیپ درست میکنن دعای خیر بفرمایید، خدا بهشون اجر بده. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. رفت و سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در گذر مثل کلیم از رود نیل، سوی آتشگاه زن مثل خلیل. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. رفت سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در قیامت هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود. دست گوید من چنین دزدیده‌ام، لب بگوید من چنین بوسیده‌ام. پا بگوید رفته‌ام راه حرام، گوش گوید چیده‌ام سوء الکلام. در قیامت هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود.
دست و گوید من چنین دزدیده‌ام، لب بگوید من چنین بوسیده‌ام، پا بگوید رفته هم راه حرام، گوش گوید چیده‌ام سوء الکلام. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میانا نام او. رفت و سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در گذر مثل کلیم از رود نیل، سوی آتش گام زن مثل خلیل. همچو شمع لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. همچو شمع لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. الله مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میانا نام او. رفت سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در گذر مثل کلیم از رود نیل، سوی آتش گام زن مثل خلیل. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میانا نام او. رفت سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در قیامت هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود. دست و گوید من چنین دزدیده‌ام، لب بگوید من چنین بوسیده‌ام، پا بگوید رفته هم راه حرام، گوش گوید چیده‌ام سوء الکلام. در قیامت هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود. دست و گوید من چنین دزدیده‌ام. نظرات مختلفی در مورد ماهیت بند وجود داشت. حالا که افرادی که درون اسلام، کسانی که بیرون اسلام بودن، نظرات مختلفی در مورد ماهیت بند داشتن. یکی از این نظریات که امروز خیلی در رسانه‌ها صحبتش هست و بهش بیشتر پرداخته میشه، مقایسه یا تشبیه وحی قرآنی به رؤیاهای شخصی پیامبر هست.
این مسئله آیا جدید هست؟ آیا سابقه‌ای داشته؟ و اصولا شما مرزی قائل میشید، تفاوتی قائل میشید بین ماهیت وحی و رؤیا یا نه؟ این دو تا رو میشه نزدیک به هم دونست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که از ویژگی های قرآن کریم یکی این است که اشکالاتی رو که اشخاص نسبت به او میکردن غالبا اینا رو مطرح میکنه و پاسخ میده. در سوره شریفه انبیا اونجا از قول مخالفین قرآن و پیامبر خود قرآن کریم مطالبی نقل کرده، از جمله این که مخالفین گفتند که قالوا اضغاث و احلام بل هو شاعرون، گفتند که این خوابهای آشفته است که داره بیان میکنه. اضغاث و احلام، احلام به معنی همون خواب هاست، خوابهای در همه، از این